سلام، به چنل من خیلی خوش اومدید. شما بعد از دیدن این ویدیو میتونید راحت تصمیم بگیرید که آیا پرینتر سه‌بعدی بخرید یا پرینتر سه‌بعدی بسازید. اصلا تصمیم سختی نیست. یه سری فاکتورها داره که بعد از این ویدیو خیلی راحت میتونید تصمیم بگیرید. اگر دوست داشتید این ویدیو رو حتما نگاه کنید. اول از همه شما باید دلیلتون رو برای ساختن یه پرینتر سه‌بعدی مشخص کنید. من پرینتر سه‌بعدی ساختم چون میخواستم دانش فنیم زیاد بشه و همینطور توی هزینه ها صرفه جویی بکنم. شما میخواید برای چی این کار رو انجام بدید؟ من توی توراب سرچ کردم. یه پرینتر سه‌بعدی دقیقاً شبیه به پرینتر خودم با همون کیفیت و همون استاندارد شده 14 یا 15 میلیون. تازه اگه بخواید دست دوم بگیرید تا 10 تومن هم میتونید بگیرید پیدا بکنی. حالا من چقدر خرج کردم؟ 20 تومن. مورد بعدی، آیا دانش فنی من رو افزایش داد؟ لزوما نه. دانش فنی شما رو چطور؟ اگر که شما لحیمکاری بلدید، سیمکشی بلدید، میدونید که الکترون چیه، کاملا میتونید که پرینتر سه‌بعدی بسازید و هیچ مشکلی از این بابت نخواهید داشت. ولی اگر دنبال این هستید که دانش فنیتون افزایش پیدا بکنه، فکر کنم باید دنبال یه دستگاهی بهتر از پرینتر سه‌بعدی باشید. اما دانش فنی موتورها، پاور و آردوینو و اینجور چیزا با یه دوره الکترونیک مقدماتی به صورت خیلی حرفه‌ای تر یاد میگیرید تا اینکه بخواید که به صورت خودجوش پرینتر سه‌بعدی درست کنید، برای اینکه این مهارت‌های فنی رو توی خودتون افزایش بدید. و حتی اگه همه این مهارت‌ها رو علاوه بر دینامیک و مکانیک و اینجور چیزا یه ذره حالیتون میشه، شما قطعا توی ساختن یه دونه پرینتر سه‌بعدی موفق خواهید بود. البته اینو هم در نظر داشته باشید که ساختن پرینتر سه‌بعدی ممکنه خیلی زمان زیادی از شما بگیره. شما ممکنه هفته‌ها و یا حتی ماه‌ها درگیر این پرینتر سه‌بعدی باشی، چرا که یه جاهایی ممکنه ایراداتی پیش بیاد که اصلا دست شما نیست و شما مجبورید که کلی فاکتور چک بکنید که خدایا کجا رو اشتباه کردم. تازه یه جای شما اشتباه نمی کنید، ایراد از خود اون قطعه مشکل داره. و یا حتی ممکنه یه جاهایی به مشکل بخوری، همه چیز رو هم چک بکنی ولی همچنان مشکل پابرجا باشه و تو ندونی که اصلا مشکل از کجاست. براتون یه مثال میزنم. من الان 1 ماهه که به یه مشکل خوردم. مشکلم اینه که وقتی به پرینتر میگم که 1 میلیمتر حرکت بکن، به جاش 16 میلیمتر حرکت میکنه. خب ممکنه اونایی که الان تجربه دارن بگن که خب کاری نداره که تنظیمات مالین رو درست بکن، درست میشه، راه میفته، درست حرکت میکنه. ولی اصلا اینطور نیستش. من همیشه فکر می‌کردم همینه. برای همین 200 بار مالین رو تنظیم کردم، 300 بار محاسبات رو چک کردم ولی درست نشد. و بعد از حدوداً 2 هفته از بروز این مشکل فهمیدیم که نه تنها مارلین نیست، بلکه مشکل کلا نرم افزاری نیست، مشکل کلا هم سخت افزاریه و مشکل از درایور هاست که دارن از تمام ظرفیتشون استفاده میکنن ولی ما اینو نمیخوایم. مورد بعدی و مشکل و عیبی که وجود داره داخل ساخت پرینتر سه‌بعدی اینه که گارانتی نداره. هر جا مشکلی پیش بیاد و هر قطعه‌ای که معیوب بشه مسئولیتش با خودتونه. یه مثال براتون بزنم، من موقع کار دیدم که آردوینو مشکل داره که تازه یه کلی هم وقت سر این شد که ببینم مشکل کجاست، فهمیدم که مشکل از آردوینو و آردوینو کلا مشکل داشت. در نتیجه دوباره یه مقدار دیگه پول خرج کردم که یه آردوینو نو بگیرم و هزینه‌ام بیشتر شد. سوال بعدی که باید از خودتون بپرسید اگر هنوز فکر میکنید که میخواید پرینتر سه‌بعدی رو بسازید اینه که آقا شما میخواید با پرینتر سه‌بعدی اصلا چی کار بکنید؟ من میخوام برای پروژه‌ام ازش استفاده بکنم و برای همین اصلا خودم ساختم، چون حتی ممکنه که بخوام خودم به شخص ارتقاش بدم و از توش مقاله در بیارم. برای همین شخصی سازی یه پرینتری که خودم ساختم خیلی راحت تر از اینه که بخوام پرینتر یه شرکت دیگر رو بخوام شخصی سازی بکنم.
ولی اگر شما از اون دسته از آدم‌هایی هستید که به دنبال تولید یک محصول تجاری با استفاده از پرینتر سه‌بعدی هستید، به احتمال قوی دقت دستگاه خیلی براتون مهم خواهد بود که ارتباط مستقیمی داره با دقت شما در مونتاژ کردن. میدونی؟ پس منطقی ترین کار اینه که یه پرینتر سه‌بعدی هرچند ارزون ولی استاندارد بگیرید و به جای اینکه زمانتون رو صرف ساختن بکنید، زمانتون رو صرف این بکنید که چطوری از این پرینتر یه محصول خوب پرینت بکنید. اینکه چجوری پرینت بکنید هم خودش علمه و احتیاج به زمان داره که بتونید داخلش استاد بشید. خب این همه بدشو گفتم، حالا خوبیشو میگم. اگر همچنان دوست دارید که یه پرینتر سه‌بعدی بسازید، احتمالا از اون دست آدم‌های خلاقی هستید که از روند ساختن خیلی لذت میبرید و کلا دوست دارید اینجور چیزا رو. حالا شاید هم یه سری فکر دارید برای اینکه ارزونتر بتونید پرینترتون رو درست بکنید. اگر همچین روحیه‌ای دارید تسلیم نشین، چون روند ساختن پرینتر سه‌بعدی خیلی لذت بخشه و به شخص خیلی حال کردم با همین ساختنش. اصلا فرض کن که پرینتر سه‌بعدی تو درست کردی، گذاشتی یه گوشه داره پرینت میکنه، بعد یه نفر از میاد داخل میگه که چه خفنه، با پرینتر سه‌بعدی درستش کردی، پرینتر تو از کجا خریدی؟ بعد تو میگی که نخریدم، خودم ساختم. بعد یه نگاه به افق میکنی، محو میشی. اگر که میخواید ریسک بکنید و یا میخواید خودتون رو به چالش بکشید، پرینتر سه‌بعدی بسازید. ولی اگه وقت و هزینه کافی ندارید، ترجیح من اینه که پرینتر بخرید. راستش منم اگه به عقب برمیگشتم، پرینتر رو به جای اینکه بسازم میخریدم. میدونین؟ نهایتش این بود که بیخیال اون مقاله ها می شدم به جای اینکه این همه منطقی نبود دیگه. بیاین رو راست باشیم با هم دیگه. اشتباه از من بود، من باید بیشتر تحقیق کردم حقیقتا. ولی خب بین خودمون بمونه، چون میدونید چیه، دیگه راه برگشتی نیست. امیدوارم الان بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید و اگر دوست دارید که پرینتر سه‌بعدیتون رو بسازید، ویدیوی بعدی که راجع به باگ ها و حل مشکلات پرینتر سه‌بعدی حین ساختنش هست رو از دست ندید. فعلا.